سلام برای بچه، امیدوارم حال همگیتون خیلی خوب باشه. خب امروز اومدیم TNT غول پیکر رو بتره کنیم. از این TNT بریم که شروع کنیم. بچه شبیه غول سر دورشیم. او بچه بارون میباره، بارون غول. ترکید. یا خدا اینجا شلوغ شد. حالا بیایم این TNT یخی رو بتره کنیم. اینم غول پیکره. آره بریم که بتره کنیمش. خدا اینم همه جا رو یخ کرد. بریم TNT بعدیمون رو بتره کنیم. این TNTه که نمیدونم کلا جریانش چیه. این اوف سر دوشیم چجوری ترکید. اولا رو کشت فکر کنم. ببینیم چی خبر شد. آره کشت غولا رو. بچه بریم TNT بعدی رو امتحان کنیم. چی شد؟ شب شده. ساعت روزش کنیم. خیلی خوب. چی شده؟ ببین چی کردی اینجا رو. یا خدا کدومشون بود؟ سر دور میشیم اینجا چه پیدا کنیم واسه ترکوندن بقیه TNT همون. تا کجا آتیش آورده؟ بازم یخ هست اینجا. این TNT منو میتره کنیم که ببینیم. اوف اینم گنده است، خیلی گنده است. اینم میتره کنیم. اوه بچه قلعه درست شد. این ترکید چقدر باحال بود. قلعه ده درست شد. بریم TNT زامبیا. این هم مثل همون غوله است. بارون زامبی میباره. این هم بتره کنیم. چی کار کرد؟ شب کرد. شب و بارونی. بذار صبحش کنم. بارونش هم بردارم. اینجوری کرد که این چیزا نمینم. و بریم سراغ TNT آخر. این TNT آتشین. ببینیم این چی کار میکنه. کنم این همه جا رو آتیش بزنی نه؟ اوف آره آتیش و نگاه تا هر جایی که پرت شد آتیش گرفت. یا خدا. خیلی خوب برای بچه، امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. از کانال ماین گیمز هم حمایت کنید. فعلا خدا یارو نگهدار.